20,000 نه 18,000. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روزی سید الایام، روزی سید جمعه را با تمام مردم مسلمان، خصوصا با تمام مردم سربلند تاجیکستان عزیز تبریک و تهنیت میگم. از الله پاک خواهان آن هستم که با همه ما و شما تنی سعد، مغز سالم، خوشی های زندگی را نصیب روزی همه ما و شما بگرداند. الله اکبر. سحری جامعه بازار رفته بودم، جامعه بازار وحدت رفته بودم، تماشا کردم. گفتم یک برادر قنده و نواسای مهربان یک بینم با چی کار بارو مشغولند. بعد اونجا یک برادر اومد گفت که بابی جان همین اسب سوار شد، یک بوتاز یک سخن که در باره همین اسب فروشی نه که نقشه 20,000 سامان بگو. گفتم 20,000 خیلی خیلی رفتی برای 20,000 بفروش. آخی ما که گفتمش خیلی من 18,000ش میگم، برای که بابا هستیم که باید کمتر سپید کنیم که یک کمتر برای طرف خریدارم بگیریم. خیلی شوخی کردیم. بعد اسب خیلی وقت سوار نشده بودم، با اسب خیلی خیسم سوار شدم. همین فقط اسب سوار شدیم، نگاه کردیم یک تنه دو تنه خدا درو گفته نکنه یک 10-15 تا همین تلفن هم خیلی سیامکه کیسه مرا بو بچه گفتم سیامکه نکنین. آخی ای بچه سیامکه میکنن در یوتیوب میپرسن یا بابوی پشت دلوی گور. آخی چی در کارم یا نه بابو هم بابوی قند بابوی ایسوس هم خیلی شوخی وای کردن. بویا خیلی بود اسب خیلی خلا میکنه که بابی بغلطه ای بولو اسب بغلطه. خیلی که مو که در این سن و سال دیدگی پسیو بلندی های زندگی را خیلی بعد خودمون با دست گرفتیم، خیلی کمتر وای کردیم، فشاری از دست ندادیم. اگر نه این جوانای نامحترم میگن که بابا رو هم یک اسب بغلطونیم وای کردیم یا سیامکش کنیم در یوتیوب پرسیم. البته کیره، البته این بابا را نه بلکه شما رو با شما کار هم ندارم. با همونی که کامنت‌ها قبه می‌نویسن که با شما کار هم ندارم وای قدی بابیشون شوخی میکنن و قوه و درمان و چی بابیش میسنجه که عهده همین کار میبره یا نمیبره. خیلی وقت اسب سوار شده نبودم، خیلی اسب سوار شدیم، کمتر شوخی کردیم، کمتر قطعی برادر خیلی چخشق کردیم، خیلی وقشی کردیم. خب حاضر ویدیوش میمونم، کمتر ویدیوش میمونم. کدام خریداری باشه خریدار کنه همین اسب، مثل لوبیتلی همین اسب باشه، همین نمره رو من میمونم، همین نمره رو زنگ بزنین به ما نروین، مرا فیراد کنین، من اسب سودا میکنم، نرخی دلخواه شما و صاحب اسب ان شاء الله میته. خب باز هم روزی سید الایام با تمام مردم سربلند تاجیکستان، با تمام مردم غریب، مسافر، مهاجر تبریک و تهنیت میگم. الله پاک همه ما شما رو در پشت و پناه و عصمت خودش نگهبان باشه و با هممون عمر دراز، تن صحت، مغز سالم، خوشی های زندگی را نصیب و روزی هممون بگردانه و تاجیکستان عزیز سربلند همه وقت گل شکوفان بینیم، همه وقت آفتاب صاف و بی‌غبار در تاجیکستان عزیز ما نورافشان باشه. زنده و سربلند باشین برادران قندم، جوانای محترم، نواسکا و حواسکای قندی بابوش. سلام علیکم برادران قند نباتم، زنده و سربلند باشین. جامعه بازاری وحدت من اسب و مثالی اسب. اگر شما هم اسب خریداری کنید، خریدار شوید، نمره ما در زنگ زنید 2-3 خب نرخش 20,000 تومان. همین نمره ما در زنگ کنید، بیایه صحبت میکنید. بابا کنچه تیلی 20,000 بابا فرق که من رکلام کردم، من نرخ خدمم اونو 20,000 نه 18,000 پلا نرخ میگیره سال میتیم بایا کنچینش کن شو نه بابا کن